من شاکرجان کریم هستم، دانشجوی کورس پنجمی فاکولته زبان‌های آسیا و اروپای دانشگاه ملی تاجیکستان. هدف از نوشتن نامه به پرزیدنت جمهور این است که هنگامی در سپاریدن رساله دیپلمیم به سبب یعنی بعض مانعگی ها بر کار من و گذاشتن باهای خوب در کار یعنی رساله دیپلمی من که این از سبب خطاگی تکنیکی بود و با خصومتی که در استادان دیده میشد نسبت من گذاشته شده است و میخواهم که این کار یعنی حمایه رساله دیپلمی ام را بار دیگر به طور شفاف و عادلانه با دستگیری یعنی با دستگیری شما بار دیگر دفاع نمایم. این خاطر احترامانه خواهشمند هستم که یعنی کار مرا بار دیگر دیده برایند و من اجازه دهند تا اینکه بار دیگر کارم را یعنی حمایه نمایم. در این حمایه رساله دیپلمی پیشینه اتان چی مشکلی شد و بهاگذاری پست بود یا چی خیلی شد؟ بهاگذاری از سبب این بود که یعنی وقتی من در کار حمایه دیپلمی من یعنی در رساله دیپلمی من بعضی خطاگی‌های تکنیکی مشاهده میشد و این چنین از رفت دانشجویی که مدیر کافدرای شعبه عربی دانشگاه مذکور یعنی بر من خصومت داشت. با این خاطر یعنی همون خطاگی تکنیکی را به نوبت گرفته با من بهای خوب گذاشتم. از این من رضا نیستم، میخواهم که بار دیگر با طور شفاف این را سپارم. طلبتان بهای اعلی است؟ بله، من زیرا که من از کورس 1 تا کورس 5 یعنی پور را با بهای اعلی سپاریدم با استثنای 4 بهای خوب و امتحانی دولتی یکم را نیز با بهای اعلی سپاریدم. بهر همین یعنی میخواهم که این را نیز یعنی با بهای اعلی سپارم.